سلام علیکم، وقت بخیر بینندگان عزیز. خوشحالم که یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم از کانال هراتبورگ. دوستان نازنین، آماده ایم از برنامه باغ سبز در خدمت شما هستیم. میریم یکی از غریای که مربوط به ولسوالی انجیل میشه، میریم مردم نگاه میکنیم که کاروبار اینا چی رقمه، ایزا به باغداری، به کشاورزی دیگه کارا چی رقمه. همراه ما باشیم. این غریه من معرفی نمیکنم، از زبان خود از اون شخصا شما این غریه معلومات میگیریم که این اسم از این غریه چیه. دوستان نازنین، ناگفته نمونه دیگه، ما رو کمک حمایت هم بکنیم دیگه، یعنی منظور اینه که سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم، کانال هراتبورگ فراموش نکنیم. از این به بعد دیگه امیت باغام سبز و انگورا و توتان فراونه ان شاء الله دیگه. ما به خواهش شما میریم به اون منطقه، همراه ما باشیم برین که سعی کنیم اسم از این قریه چیه. جا شما خیلی سبز باشه که اینجا آمدیم که یک برادر و سر درختم دوستا دیگه توت میتکنم باشه. از لالا پرسان میکنیم. مونده نباشیم لالا؟ زنده باشه. ساعت شما خوبه؟ اسم شریف شما؟ نظر آمد. خب اینجا 4-10 نفر آدم بگرفتیم پتور اینجا او لالا به سر درختم. اونو ما هم خود به تا پتو بندازن؟ نه من توت بتکنم. توت میتکنیم؟ بله. توت هم شما تکندیم؟ بله. بسیار خوب. اشته میتکنم چی رقمه؟ بریم. بریم. یارا خیلی امورا نرو که نفت خیاله با خیلی مرا نریم برو. ماشاءالله بینندای عزیز کمی تاشیم تو والا دیگه. بگیر. تاشیم خیلی خوب. تاجی تاشیم. ماشاءالله مثل که بارش نمیبره از هوا. بینندای عزیز واقعا نمیتونه. خب ما این بس بیشتر نمیخوریم اگه بریم. نه به شهر نمیبرین دیگه. خیر بینیم. اول که سلام داریم خدمت شما، بعد نام شریف خور بگیم. ما هم سلام داریم خدمت شما، سبقت الله هستم. بسیار خوب. برارم چند دیر زحمت کشیدین که توی تار بتکندیم؟ یار 5 دقیقه بیشتر نشد. خب اینا رو برای چند نفر ماییم؟ برای هر جگه بخوریم 5 تا 6 تا 7 تا هر جگه باشه. اینا کمک غم داره. این پتو شما غم داشته؟ بعد میشوریم اینا باز. خب بمی اوا؟ نه اوان دست تا سخت. از این او مخصوص آوردیم؟ بله او مخصوصه. خاطر اوا گله. خب شما مسئولیت شما چیه؟ ما دکاندار هستم، دکان از ما است. دکان شما نه؟ بله. رو چند سودا میکنیم؟ برخورد نداره دیگه، 2000 بیشتره کمتر میشه. به نظری شما کار خوبی میکنین که منطقه توت داره، با شما توتار میبریم دکان میفروشیم؟ نمیفروشیم ما با دکان. خب پس اینا رو بچینیم برای چی میان؟ نه بچینیم که بخورم اینجا. آها ما میگم البته اینا نمی سلسل بکنه مثل نه بیبی من شما نواسی مثل نواسی بیبی من که میبرم شهر سلسل میفروشم سالت 5 روپیه. نه نمیفروشیم ما. بسیار خوب. کار کسبی دکون خوبه؟ خوبه بله بد نه. الهی شکر الهی شکر. خب ای تا بگین که پیش شما به سر خرمن هم میبرم؟ به سر خرمن میبرم بله. خب بعضا مثلا ازم خرمن هم به زو بر میشه، چکار میشه دیگه آخریو که نمیارن قرض خور؟ خیر باشه دیگه، باز میدم دیگه باز. واسه فامیلایا؟ بله. بسیار خوب. راضی هستم مردم شما؟ بله. الهی شکر. خب دوستای نازنین بیاین که برین خود شما یک چند جا دیگه هم برین که توت و لویت چیزان بسیار زیاد. یک خبری از همه سیاه فکر کنم یک برادر باز میپرسین که اینجا شهر او چی مسئله سعی کنیم اینجا چی گپ. همراه ما باشیم. بینندای عزیز، اینجا فکر کنم که یک
سیاه بیا بیا دیگه دست خود بده بعد دیگه دست خود کن بعد دست خود برو نه کامه برو دیگه بینندای عزیز اینجا سیاه اوی فکر کنم شما نام خدا نگاه کنید که چی سرعتی او میتونه شاید 100 کیلومتر سرعت از او باشه که اینجا مو پکر چرخ میده اشتنه. خب یا برو بندا جان سلام علیکم. و علیکم سلام. ساعت شما خوبه؟ سلامت بخیر. زنده باشیم. نام شریف شما؟ باشیم عبدالسمد. بسیار خوب. این گوسالگا اگه شما نه؟ بله. این کجا میبریم؟ این بیاورد پیش دکتر سی. آها اونجا دکتر حیوانات ها؟ دکتر حیوانات بله. بسیار خوب. با شما مگرم از دکتر صاحبم بپرسین که مشکل از این حیوان چیه؟ خب حال شما بگید مشکل از این چیه؟ مشکل از این دو روز چی نمیخوره. گرفت داره کمی. با امروز کمی روغن دیشب بدادیم خوب نشد دکتر صاحب نمی‌کنه. روغن خوب چربی و بالا میره. نه نداره و میکنه. معلوم میشه. بسیار خوب. خب چند تا گو شیری داریم؟ ما 4 تا. خب بسیار خوب. این شیر ما سر میفروشیم یا به خوردن ما؟ چیزی به خوردن، چیزی میفروشیم، چیزی به دکون. اگه دکون داشته باشیم به خوردن نماییم. بخور. بله. اگه دکون نه خوردن نماییم. دل مجا میده. گوم 20 کیلو شیر میده. خب باشه من میگم نام خدا 100 کیلو شیر بده. به خاطر دکوندار به خوردن نماییم. یکم درسته؟ اگه به خوردن ما اینچری یک کاسه دوغ به بیبی من نمیدیم. به بیبی شما بیام که با شما بودم بیام سرا. بیبی شما بیام. کار خوبه. نه اینقدر کار خوی انا نواسی نمی انشری نمیدین. نواسی شما انا مال من برم به شما بیارم. یک جگ دوغ میارین؟ اشترم برم به بیبی خو. اشترم بیارم. بسیار خوب. به شرط خیال نندازانی. خیال کدش باشه خوبه دیگه دو خیال خیلی. خب این بگیم که صوفی صاحب آدم خندونی شاد معلوم میشیم. با خونه هم میرقمیم. بله با خونه هم میتونم. خب اولاد چیز هم اینجا داریم. بله معرفی کنیم برای ما. یکی علی احمد، یکی نظیر احمد، یکی عبدالله، 7 تا پسر دارم. خدا ببخشونه. خب کلا چند اولاد داریم؟ کلا دختر پسر حساب ندارم 6 تا دختر. 13 تا میشه بله. خب چند تا خانم؟ یکی. نام خدا ماشاءالله خدای پاک بیشتر بده شما بده. بعض دوستا ما چون برنامه ما که هست جهانیه، بعض دوستا به ما نظر دادم، تلفن کردم یا پیام دادم، گفتم شما یک نمایشنامه از ما خواهش کردن که نمایشنامه تیار کنین که چپ که نه گفتم یک نمایشنامه تیار کنین که همه اولاد کمتر زندگی بیتر. شما نام خدا 13 تا اولاد داریم. بیشتر زندگی بیتر. راست میگم. میتونه اگه بگین بیترتر. بیتره. انا دگال ما چیزی به جلوی رو شما گفته نمیتونم. به دل شما هسته که یک خانم دیگه هم بگیریم؟ بله. امشب که به خانه بریم بخکلگیار اشتر نشجان میده. بخکلگی که بیاد آدم میخوره. این روزی بشده باشه طالب مچیت هم خوب شده باشه؟ نه مچیت خوب نشدم. نه. از این گپا خوب بزی نکنی؟ نه اگه متکف میشدم میشه مچیت خوب میشدم متکف نشدم. بسیار خوب. گپ بزنی که جوانای غریه بیشتر به چی کار مصرفن؟
بیشتر به دکوندری به مزدوری تر رو رجا کنم دیگونی بیشتر کی دیگونی بیشتر چی میشه به این منطقه بیشتر کشت؟ بیشتر یا کشت شلی میشه گندم میشه hani شفته حالا سقیست همین چیزی که بگم مالا داده میشه. بسیار خوب بسیار خوب. بریم شو خود شما. ما میریم خود شما. جور و سعادتمند باشین دوستای نازنین. برنامه باغ سبز در خدمت شمانیم. امروز آمدیم یکی از غریایی که مربوط به اورسولی انجیل میشه. همراه ما باشیم میریم چند قدم دیگه هم سر زمینا میریم. بالاخره جوانا و طفلام نام خدا زیاد هم دیگه سعی کنیم که اینا چه کار میکنن مصروفیت بیشتر از اینا برو چی کارایه. همراه ما باشیم. سلام مونده نباشید. زنده باشیم. چطور ساعت هستیم؟ شما خوبه بچه شلوغ نکنید. خیلی خوش آمدیم. سلامت باشیم. نام شریف شما؟ اگه خدا بخواه حجی نورآمد عرض بیت الله شریف کو بگم تا نرفتیم سال وار ما بود که بریم نرفتیم. خدای پاک نصیب شما کنه. الهی آمین. بسیار خوب. اینجا شیشتیم خیریت باشه. اینجا کس پایینگری داریم. همین منطقه با ما سرشناسه. گاهی وقتی میریم خدا که از اینا صحبت هم میکنیم خدمت اینا هم میکنیم. خب چی تیار میکنیم؟ توقاج منگال آن شی که بم دیگونی بکاره تیار میکنیم. بسیار خوب. چراغ چیزی هم تیار میکنیم؟ نه چراغ کل از مد برفت. حال چراغ اصلا نه که می برقای اومده و دیگه اومده ما بام خونه خود چراغ نداریم. بسیار خوب. خب مثلا یک منگال تیار کنی یا توقع چند مصرف میشه؟ چند از بابا میستونی؟ منگال دیگه ولی می کسب ما ارزونه کوکو. بابا دیگه شیا بیبم جا کنه دیگه همه چیز بالا رفت ما بام جا کنه. بچی که ما همکار دیگونیم. گو دیگان مرد گفاینگر مرد است دیگان یاریو. جونه نیم مرد است یعنی لینک گوبند. خیاط هم یاری که لباسای بدیشه. ما با هم دیگر بگرم همکار باشیم. مرات انشالله بازی برادرها داریم. خب بسیار خوب. روز چندی حدوداً بگیر شما میایید؟ اگر خدا بخواه که کارک ما رونق بگیره که کار کنیم کارک عدل باشه 2000 1500 1200 1000 میشه به روز یا؟ بله خب پس خوبه دیگه. از خدا رضاییم دم به هزار با شکر دم به هزار با شکر الهی شکر. خب خود شما فعلا از کدو دید؟ ما آدم اصلی که از پشت زرگونیم فعلا به دم ولسوالی گذره بمری بودی پول هوایی اگه قدم خود به 6 ماه بگذاریم شای هم شما شما تشکر. چکک دوغ خود شما میخوریم. همه چیز از خیر ببینیم. تشکر از لطف شما. زنده باشید. خدای پاک با کاربار شما رونق بده که بیشتر از پریشونی اینا نجات سلامت باشیم. ما هم دعا میکنیم با حق شما که شما تشریف آوردین به این منطقه این کار دیگه همون. زنده باشیم. دوستا اشاره میکنن که ماما خوب چاربیتی ها میکنم. یک آهنگ چاربیتی بریم دوستا تقدیم کنیم. خوب. با خدا دیگه نمیدونم که چی بخونم. گو سلام عیسی سلام ای نوری دیده سلام از جانب به قوما و به دوستان رسیده. سلام عیسی سلام ای نوری سلام ببخشیم دیگه اولا از یاد میبرم. دوستا یک چک چک بفتخار کنم. ماشاءالله. جور و سعادتمند باشید. زنده باشیم. خدا شما سعادت داشته باشه. سلامت باشید. دوستای نازنین برنامه ادامه داره همراه ما باشید. لالا جان سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ خوبه. تیار هستیم بخیریم. زنده باشیم. اسم شریف شما؟ اسم گل آقای مدنوا. خب بسیار خوب. کجا بخیر میرفتیم؟ ما میرفتیم جا شما خیلی به توت خورده از شهر آمدیم. ماشاءالله. پس به شهر میشینیم؟ بله به شهر. خب هر چی که ما سعی میکنیم غیر از درخت بید و
به نوشتگی چی نه چیزی کجا توی بله این تادیه باز سارا کاس بلندتره اینجا تادیه چون نشیمان دامی درختها چیز بیده اینا راست میگی. بله به توت خورده بازی بالاتر به نام سارا بالا میگم اینجا میرن توت میخورن. بسیار صحرا بالا بسیار خوب. خب اینجا به جا فامیلا اومدیم شما بله اینجا جا کاکا آمده. کاکا بله بسیار خوب. کاکا میشه هم کاکا میشه هم خسور. خسور عروسی کرده یا بله بله عروسی کرد. چند سال عروسی کردین؟ یک 6 سال میشه. 6 سال. بله. خب چند شما پول گرفتن؟ پول دیگه ولی نگرفتم پولی که چیز باشه 2.5 خاطر شما رو 2.5 لک روپیه پول گرفتم بله. زیاد نیه؟ نه شیروای البته پیشکش نه. اگه 5-6 لک میستن که شیروانه؟ نه او پیشکش بود ولی 2.5 لک شیروان یا 15,000؟ نه حال فعلا 15,000 قبلا. بسیار خوب. گردن مبند اگه شما خسور خوشی شما ببینم خوب راست خور بگیم چند دفعه شما را از سرا بیرو کردن؟ یعنی هیچ تو حالکم هر صدم دست خیلی کاماده. دست خیلی هم کاماده میته احترام عزت بیده دست پرم که بیان بیازی. خب باز خوشی شما نگفتن که 2 ماه جو شما دست خیلی بیامدیم شو جمعه به خانه ما همسایا به تک کوچه نگاه کردم دیدم دست شما خیلی هیچی نوردیم کار خوبی نیه ما سیار و دیار داریم شما بعد یک چیز میزی به بوجی بیاریم. نه خوشبختانه دست خیلی میامدم چون جدی بود دست پرم میرفتم یا مثلا وقت میوه بودی انگور میبردم ولی وقت مثلا دیگه وقت شیرماست که باشه که شیرماست اومدم شیرماست سروادی میامدم شیرماست میبردم. پس بیچاره شما یه خیری ندیدن. بله چون این حسابی هست که کاکا اومدم واس دیگه بیگونه نیم. بله راست می بوده که شما مرآت کردن کم استوندن. بله بسیار خوب. بریم شو خود شما بفرمایید اینجا تو خورده میریم اینجا با خسر محاسب خدمت هستیم سعادتمند باشیم خوشحال باشیم. سلام احترامات هم خدمت همه کارکنان رادیو تلویزیون شما داره. زنده باشیم قربان شما تشکر از شما. دوستای نازنین خدا کنه که از این برنامه لذت کافی را برده باشیم. دوستای نازنین برنامه باغ سبز بود که خدمت شما تقدیم شد تا به فردا شب که جا دیگه نریم بینندای عزیز شما میگم جای نریم ما میریم خیر به یک قری دیگه تا به فردا شب شما به الله پاک میسپریم. سابسکرایب حیات شما نره زبون مشال شد اما زنگولگا کردم فشار بدیم خیر ببینید نمایشنامه ویدیو ما تمام اینا رو میتونید شما مشاهده کنیم. تشکر میکنیم از جرباب صاحب این منطقه از تمام مردم از این منطقه که از صبح زحمت کشیدم واقعا مردم شریف خوبی بدم تا به فردا شب خدا حافظ و نگهدار شما.